салом. Як хабар. مرده که به زیارت حج رفت شفا یافت و راه گشت بیماری روحی بوده است. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی نواری ویدیویی نشر شد که در آن مرد میگفت شخصی نوگیر به حج رفته و شفا یافته است و با پایهایش راه میگردد. از یک پلیس معلوم کرد که این نفر ساکن 70 ساله جماعت دهاتی یکاتوتی ناحیه عبدالرحمانی جامی بوده است و او در قید بیمارخانه کسلی‌های روحی این ناحیه ثبت شده است. یک منبع از جماعت دهاتی یکاتوت به از یک پلیس خبر داد که این مرد در اصل روزانه با زانوها و شبانه باشد با پایهایش راه رفته میتواند. وقتی که در مکه او با پایهایش راه گشته است، همراهانش در حیرت شده و او را نواربرداری و در شبکه‌ها رسانه‌ای نمودند. اصلا او قبل از سفر به مکه هم با پایهایش راه میرفته است. جانشین رئیس ناحیه تصدیق کرد که با کارمندان کارهای داخلی به خانه این مرد رفتند و او حالا هم روزانه با زانو و شبانه با پایهایش راه میگردد و بیماری روحی او باقی مانده است. خبر و معلومات بیشتر را در تلگرام کانال ما مطالعه کنید.